به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه عزیزان. امیدوار هستم ساعت خوبی داشته باشین. دوستا بسیار زیاد تشکر، دوستایی که صفحه ما را لایک و سابسکرایب میکنن و بازم کسایی که تازه میپیوندن صفحه را سابسکرایب بکنین و لایک بکنین، به خاطر از اینکه تا ویدیوهایی که طرحهای بعدی که تقدیم شما میشه انشالله که با هم یک جا بشنویم و نظریات شما هم با ما قابل قدر است. بسیار زیاد تشکر. میخوایم که یک طرح بسیار زیبا را تقدیم شما بکنم. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. خدایا کمکم کن که مرغ خسته دلم را که سخت در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. خدایا یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. خدایا تو خود میدونی که بدترین درد برای یک انسان از حقیقت خیش و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس تو ای کردگار به همتای من مرا یاری کن که حقیقت انسان بودن را پی ببرم تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت ها است نزدیکتر شوم. تشکر از همه شما. روز خوب و خوشی داشته باشین. خداوند یار و مددگار همه تان بود.